سلام آقا. سلام. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. سلام آقا. دعوتم کردید. سلام. بفرمایید. من تا حالا جلو دوربین نیومدم. تو تا حالا جلو دوربین بودی؟ من تو عروسی. تو چطور؟ آره من که خودم یه گوهی میخوردی قبلا. آره چنل هم الان چنل کن به خدا. چنل هم میذارم اینجا. اون فلسفه اون پرتغاله اون چیه؟ خیلی فلسفه من گفتم بذاریم ولی هیچ فلسفه پشتش نداره. واقعیتش رو بخوای همینجوری گفتم بذاریم. مشکی مگه رنگش نبود؟ آقا وهابش بچه‌ها این لپتاپ رو گذاشتم جلو پاهم که یه وقت نذارید آنلی فنز پاهمو اگه خواستید بذارید پولش رو با هم نصف کنید چون ما به شدت نیاز به پول داریم وگرنه این کارو نمی‌کردیم. نگو اشکال نداره. اشکال نداره. نه. بذار بدونن چه گویی داریم می‌خوریم. نمی‌تونیم اینو بخوریم یعنی؟ آخه کدوم آدمی پا میشه یهو برمیگرده میگه من میخوام چنل یوتیوب بزنم ما عشق میخوام بزنم. خب میخوایم پول در بیاریم. مسئله اصلی پول نیست مگه؟ شاید بخوایم مردم رو خوشحال کنیم. شاید بخوایم مردم رو خوشحال کنیم. شاید بخوایم مردم رو سرگرم کنیم. 100% اون که خب بچه‌ها حتما بحث 2 3 4 5 اساسی که همه جوونا درگیریشن شروع کنن. چی میشه که دختر اتفاقا پایین بحثش بود. بله شما میگی چی میشه که مثلا یه دختر میگه من بزنم بیرون از خونه من و سن قانونی رسیده 18 سالش شده و میخواد از خونه بزنه بیرون دیگه بابا بر اساس قانون اونجوری که سرچ شده یه سری بچه‌ها گفتن البته دیگه این داستان آخه داستانی که داریم میگیم شاید شما ندونید ولی خیلی حقیقیه واقعا همین بود پیش اومده اصلا بله هست حالا نمیگیم اسمشو اگه این ویدیو آره وای جدی میاریم شخصو میاریم جدی کارو میکنیم واقعا میکنیم حتی شده شرفش هم بره نداره میکنم این کارو پول میدیم بهش میاریمش مشکل نداره 10k هر کاری میکنم میارم ولی اگه 10k لایک بخوره فکر کن ما هر کاری میکنیم واقعا هر کاری میکنیم ببین من خود شخص الف ر میارم آره منم همینطور منم خود شخص الف ر رو میارم تو نفهمی بله خب نه حالا بریم بحثی که چرا مثلا این کارو میکنن با خودشون جوونا چون جوگیرن دیگه فیلم میبینن فیلم زیاد میبینن این فیلم‌ها رو میبینن فکر میکنن الان بعضیا واقعا شاید مشکل داشته باشن ولی اونایی که من این مشکل با اونایی دارم که واقعا مشکل دارن تو خانواده خیلی مشکل تو مشکل شدش ما خیلی مشکل داریم الان جوان خیابانی اونا جوان خیابانی ولی مشکلات به هر جایی برسه دیگه آدم چجوری میتونه به این نتیجه برسه که مثلا خونه بزنه بیرون دیگه مثل خودکشی کردن میمونه دیگه به چه نتیجه میرسه که خودکشی کنه اما به همون نتیجه میرسه که خونه بزنه بیرون از اون بهتره فکر میکنه که یعنی کلی آرمان و آرزو داره که بگه مثلا آره من دیگه اگه از خونه بزنم فکر میکنه کل جلوی پیشرفتش خانواده‌اش گرفتن در صورتی که نه خودت ریدی یعنی فکر میکنه بیرون ریدن براش آره دقیقاً همینطوره دقیقاً بله فکر میکنه طرف مثلا از قید مهاجرت رو زده آره من نمیفهمم تو میتونی مهاجرت کنی به فرانسه یا بری تو خیابون کدوم مهاجرت می‌کرد تنها داشت زندگی می‌کرد واسه خودش اونجا به کسی هم لازم نبود جواب پس بده من نمیدونم برای چی این کارو کرد یک ماه صبر می‌کرد دیگه اتفاق میافتاد اصلا کسی هم کارش نداشت و حتی تو بهترین کشور میتونسته بره و نرفته خودش نکرده گفتن که خودش نکرده آره خودش نکرده تو واقعا این کارو میکنی که نری مهاجرت نکنی مسئله نیستش مسئله اینه که برو گور بابات اصلا هر اتفاقی که میخواد بیفته چرا به ما میگیره پرت آخه نمیفهمم چرا پرت نگیره به پرم واقعا این نمیخواستیم راجع به این قضیه واقعا صحبت کنیم خب ولی مثلا آره بعداً باید یه دونه جداگونه با خودش بگیریم واقعا 10k لایک بگیره ناموسن نمیگیره که ولی خب حالا خدا بزرگی یکی هم لایک بگیره میکنیم این کارو تو اولین ویدیو چنل یکی لایک بگیره من یه دونه لایک خودم میرم لایک میکنم کمترین امکانات نداریم یه گوشیه و اینجا هوا شرجی نورم که عالیه نورم عالی
اصلا هیچ. فقط یه لپتاپ داریم اینجا. آره خوبه. پول اون لپتاپ کلی اونم خاموشه. نه این برای پوشش یه چیزاش اینجاست. آره حالا دیگه بعداً بهتون میگم. من نمیدونم میکروفون چیکارش باید بکنم. همینجور دستمه. خب بالا آویزون کنیم برای ویدیوی بعدی یه نخ بندیم و بالا آویزون کنیم. متفاوت باشیم. بالا. هر کی میخواد اینجوری پاس بدیم. صدا خراب شد بچه‌ها. اشکال نداره. عالی شد. اینجوری بهتره چون دستم داشت میخورد بهش نویز مینداخت وسطش. من نمیخوام این ادیت داشته باشه به نظرم. یعنی وسطش اونقدر داستان نکنیم که مثلا یهو ببریم وسطاشو. خب حالا برای اینکه ببین واقعا اولین ویدیو حالا اگه آپلود بشه رو چنل اولین ویدیو بعدن یه آره اصلا ببین اولیش اینه. خب اولیش اینه. اصلا پشمام میریزه. مثلا 20 سال دیگه اینو میبینیم. مثلا یه اتفاقایی افتاده 5 سال دیگه. 5 سال دیگه مثلا یه میلیون یهو ساب داریم. اینو یهو میاریم از فولر میبینیم. بعد حاشیه وای چقدر باحال میشه خدا. آقا قرار بود فوش ندیم. آقا قرار بود فوش نداشته باشیم. بوق میذاریم سوت میذاریم روش. مثلا یکی داره بلبلی میزنه. خب دقیقاً این خودمونیم دیگه روی بحث نمیمونیم. همینجوری هی همین خوبه. سالاد دیگه. سالاد فصله. میکروفون چرا نگرفتیم؟ به خاطر اینکه گفتم شاید ما این کارمون راه بیفته. داره راه میفته آخه. اگه خوب باشه که واقعا خدایی اگه نظری چیزی هست اگه آپلود شد اگه نظری دارید مثلا بگید این اینجوریه ما واقعا بهش عمل نمی‌کنیم. نه اگه بتونیم جدی اگه توانش داشته باشی و لازم مالی 100% اگه توانش داشته باشیم ساپورت اصلا یعنی فعال کنیم دونیت کنم. میریم میکروفون میگیریم خدایی. ولی اگه خوب بود اگه بد بود هر چی بود بگید اصلا واقعا این نیازه وگرنه اگه انقدر بد میگن آدم افسرده بد بگن اوکی بچه‌ها غلطیه. اوکی مهمون هستن واقعا نمیدونم خیلی چیزا هست که نمیدونم. کالکشن باید بذاریم یه بنده خدایی هست به نام الف ب